تاکتیک OTI مخفف Overload to Isolate هست و در بعضی از کتاب ها و مقالات این تاکتیک تحت عنوان WSW هم گفته میشه که مخفف ویک سایت وینگر هست و به این معناست که ما از جناح ضعیف حریف و جایی که تراکم کمتر هستش به حریف ضربه میزنیم. در اینجا ملاحظه میکنید که در سمت راست تراکم بسیار زیاده، توپ اونجا قرار داره. با پاسکاری های کوتاه سعی میکنیم که اختیار اون منطقه و مالکیت رو در اختیار بگیریم. دفاع های حریف به سمت توپ شیفت میشن. یک فضایی در سمت چپ برای وینگر یا هافبک چپمون مهیا میشه و در یک لحظه توپ ارسال میشه به سمت مخالف. این تاکتیک یکی از تاکتیک هایی هستش که واسه عبور از بلاک دفاعی حریف و استفاده از نقاط ضعف و کم تراکم تیم حریف استفاده میشه. حالا در ادامه صحنه هایی از بازی را ملاحظه می‌فرماییم که OTI را به نحو احسن انجام میدن.